در ایالات متحده آمریکا دو صاحبکار زاده اتحاد شوروی با عیبنامه پایمال نمودن چارچوب سرمایه‌گذاری انتخابات حبس شدند. زاده اوکراین لف پارناس و زاده بلاروس ایگور فرومن با حقوقشناس خصوصی پرزیدنت دونالد ترامپ رودی جولیانی رقیبان سیاسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را تحقیق می‌کردند. روز پنجشنبه دادستان منطقه منهتن نیویورک گفت که دو صاحبکار با طرح‌ریزی توطئه، اظهارات قلبکی به کمیسیون فدرالی انتخابات و تغییر دادن حسابات متهم میباشند. به قول دادستانی دو صاحبکار بازداشت شده میخواستند پنهانی پولهای خارجی را به داوطلبان کرسی‌های حکومت فدرالی و ایالت انتقال دهند. برنامه تحقیق جنایتکاری منظم و فساد تخمین کرده است که آنها در سال 2018 پول خارجی به مبلغ $576,000 را از نام خود به دستگیری معرکه‌های مختلف داوطلب‌های حزب حاکم جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا ارسال کردند.